اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوب‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت‌ها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم، خطای خودمون را عذر می خواهم. ما مردم انقلابی نبودیم. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام میکردیم. یک حزب و اون حزب الله، حزب مستضعفین، و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم. و من اعلام می کنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران و اگر سر جای خودشون ننشینند ما به طور انقلابی با اونها عمل می کنیم. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه، اون مرد نمونه عالم، اون انسان به تمام معنا انسان، اون که در عبادت اونطور بود و در زهد و تقوا اونطور و در رحم و مروت اونطور و با مستضعفین اونطور بود، با مستکبرین و با کسانی که توطئه میکنند شمشیر را میکشت و 700 نفر را در یک روز، چنانچه نقل میکنند از یهود بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل اونها شاید باشند، از دم شمشیر گذران. خدای تبارک و تعالی در موضع عفو و رحمت رحیم است و در موضع انتقام انتقامجو. امام مسلمین هم اینطور بود، در موقع رحمت رحمت و در موقع انتقام انتقام. ما نمی ترسیم از این که در روزنامه‌های سابق، در روزنامه‌های خارج از ایران برای ما چیزی بنویسند. ما نمیخواهیم وجاهت در ایران، در اسلام، در خارج کشور پیدا بکنیم. ما میخواهیم به امر خدا عمل کنیم و خواهیم کرد.